امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو که در ترکیه به علت شکایت‌های خصوصی متعدد بازداشت شده بود، دقایق پیش در مرز بازرگان تحویل ایران داده شد و بلافاصله با دستور قضایی بازداشت شد. خبر کوتاه بود و شوکه کننده. خیلی ها گفتن مثل دفعه قبل که بازداشت شد و در آخرین لحظات آزاد میشه، اما وقتی عکسش رو دستبند به دست زده تو مرز بازرگان با چهره بهت زده دیدن، تازه باورشون شد که خیر، راست بود. تو ویدیوی امروز میخوایم سیر تا پیاز زندگی این خواننده رو براتون بگیم. شاید خیلی هاشو اولین باره که میشنوید و به گوشتون میخوره. با ما باشید با کلی نکته از زندگی این خواننده پرطرفدار. امیرحسین مقصودلو ملقب به امیر تتلو متولد 30 شهریور سال 1366 در شهر تهرانه. نام مادرش محمد تقی مقصودلو بود که در سال 1384 در سن 50 سالگی فوت شد. نام مادرش فرید واسقه که در قدیم برای امرار معاش و تأمین هزینه‌های زندگی در خانه‌های مختلف کار می‌کرده و شغل فعلیش مربی بدنسازیه. امیر تتلو سالها پیش در یکی از مصاحبه‌هاش گفته که شغل مادرش رقصندگی بوده، اما فرید واسق در صفحه شخصی خودش در اینستاگرام به این موضوع اشاره نکرده. امیر تتلو برای کمک به مادرش مدتی در کارگاه نجاری و سپس در سوپرمارکت مشغول به کار شد و تحصیلاتش رو تا دیپلم ریاضی بیشتر ادامه نداد. تعداد اعضای خانواده‌اش 5 نفر هستند. 2 خواهر داره که هر دوی اونها از خودش بزرگتر هستند. به خاطر شغل پدرش مجبور به نقل مکان از تهران به رشت شدند و یکی از خواهراش در همونجا تشکیل خانواده داد و در رشت موندگار شد. پسری که در کودکی برای خانوادش کارگری میکرد و کودکی معصوم و مظلوم بود و چه کسی فکر میکرد روزی تبدیل به هنرمندی جنجال آفرین با حواشی مختلف تبدیل بشه و تعداد زیادی طرفدار که هم ایرانی هستند و هم ملیت‌های دیگه تا این اندازه به او علاقه‌مند باشن. پدر تتلو به فوتبال علاقه داشت و به همین علته که او هم عاشق خوندن شده و هم فوتبال. مادرش هم به خواندن علاقه‌مند بود و در خانه خودشون میخونده. امیر تتلو موسیقی و خوانندگی را از 16 سالگی و در اوایل سال 1382 در سبک پاپ آغاز کرد و به واسطه وبلاگی که رفیق صمیمیش درست کرده بود قطعاتش رو منتشر کرد. تتلو در سال 1388 در سن 22 سالگی آهنگی به نام ایران سبز در حمایت از میرحسین موسوی منتشر کرد و در اون از مردم و طرفدارانش خواست که به موسوی رأی بدن. در سال 1389 پس از شناخته شدن ابتدایی تتلو برای ادامه کار هنری به دبی سفر کرد و در اونجا چند ماه زیر نظر شخصی به نام شاهرخ سالار به کارش ادامه داد، اما به دلیل مسائل و مشکلاتی به ایران بازگشت. البته ناگفته نمونه تتلو سال 80 هم 1 سال رفته بود، اما برگشته بود. تتلو اولین آلبوم خودش رو به نام زیر همکف رو در سال 1390 بدون هیچ مجوزی از جایی پخش کرد و اولین کنسرتش رو در کشور گرجستان شهر تفریز برگزار کرد. با حسین توحی آشنا شد و با همدیگه گروه TNT رو ایجاد کردند. آشنایی دوستی اونها مدت کمی ادامه دار بود. چند تا آهنگشون گرفت. بیبی اونم دوست منه، شکرت و غیره. همین باعث شهرتشون شد. اگه تا اینجای ویدیو اومدید و از این ویدیو خوشتون اومده، لطفاً ویدیو رو لایک کنید. پیشنهاد میکنم تا آخرش رو ببینید چون قسمت‌های جالبش هنوز موندن. ممنونم. تتلو خواننده و ترانه نویسی که در ژانرهای گوناگون از جمله رپ، پاپ، R&B کار کرده. تتلو در سبک R&B در ایران جزو اولین نفرات هستش. البته چون زیرزمینی میخوند به شکل رسمی فعالیت نداره و به همین طریق به اصطلاح زیرزمینی به معروفیت رسید.
عده‌ای از طرفداران تتلو عاشق بددهنی‌ها، حرف‌ها و حرکات رکیک او هستند و هیچ ابایی از اقدامات این هنرمند ندارند. سال 92 بود که از طرف پلیس احضار شد به خاطر اتهامات مختلفی از جمله تشویش اذهان عمومی و گسترش فساد و فحشا و در سال 1395 هم برای زمانی حدود 2 ماه تو زندان افتاد. تتلو در اسفند 1396 پس از انتشار پستی در اینستاگرامش از دنیای موسیقی ایران خداحافظی کرد. اما پس از مدتی کوتاه به فعالیت‌های هنری برگشت. در سال 1397 به دنبال مجوز انتشار آلبومش رفت، ولی به در بسته خورد. عدم دریافت مجوز برای تتلو بسیار گران تموم شد و این داستان به آخرین تلاشش برای موندن در ایران و ادامه فعالیت خوانندگی در کشور تبدیل شد. وقتی تتلو دید از مجوز خبری نیست، سال 1397 بود که اول به گرجستان و سپس به ترکیه مهاجرت کرد. در سال 1398 بهمن ماه در ترکیه طبق گفته پلیس ترکیه به علت نقض مقررات ویزا به مدت 1 هفته دستگیر و بازداشت بود. در کنار خوانندگی تتلو عقاید و گرایش‌های عجیبی داشت، چه در موضوع سیاسی و غیره، که خیلی از اونا مورد پسند مردم جامعه نبود. مسائلی همچون عزاداری محرم، قربانی کردن حیوانات، پوشش اسلامی و طرفداری از اون، تشویش و ترغیب مردان به دست بلند کردن روی زنان، درخواست از دختران کمسن از 15 سال تا 20 سال برای برقراری ارتباط جنسی همگی جنجال آفرین شد و حواشی بسیار زیادی رو به وجود آورد. 13 آبان سال 1397 صفحه تتلو به دلیل بیان جملات توهین‌آمیز و درخواست کتک زدن زنان مسدود شد. در تاریخ 6 اردیبهشت 1399 حسابش با 4 میلیون و بیشتر دنبال کننده به دلیل ترویج ارتباطات جنسی، ساخت حرمسرا و استفاده از دختران 15 تا 20 ساله مسدود شد. تتلو شخصیتی بسیار جنجال آفرینه که به خاطر رد شدن از خطوط قرمز و مقررات اینستاگرام 2 بار حسابش مسدود شده. و در نهایت دیگه اینستاگرام هیچ وقت به وی اجازه ایجاد حساب کاربری رو نداده. یه رکورد داره تو اینستا که تعداد کامنت ها در یکی از پست هاش به 18 میلیون رسیده که تاکنون برای فردی ثبت نشده. پس از بسته شدن تمامی حساب‌های اینستاگرام، امیر تتلو یک حساب جدید در یوتیوب ایجاد کرد و باز هم رکورد کامنت در یوتیوب رو به نام خودش ثبت کرد. در ترکیه به یک مارکت کلاهبرداری سایت‌های شرط‌بندی وارد شد. برخی کاربران وقتی فهمیدن او در سایت‌های شرط‌بندی فعالیت می‌کنه، ویدیویی از او را منتشر کردند که مربوط به پیش از مهاجرت تتلو بودش که گفته بود: زمانی که در سوپرمارکت کار می‌کردم و صاحب کارم بیرون می‌رفت 1000 تومانی از دخل برمی‌داشتم، ولی از عذاب وجدان و ناراحتی قبل اینکه برگرده اون پول رو سر جایش برمیگردوندم. پس از پیگیری‌های پلیس ایران و همکاری با سازمان اینترپل در تاریخ 8 بهمن 1398 در ترکیه دستگیر شد. پلیس ایران این خبر رو تایید کرده و اعلام کرده بود که او به زودی به ایران منتقل خواهد شد. با این حال به دلیل فشار شبکه‌های اجتماعی و جمع‌آوری بیش از 500,000 امضا، پلیس ترکیه از تحویل او خودداری کرد و او را با توجه به تعهداتی که اعلام کرده بود آزاد کرد. این اتفاق پس از 1 هفته از دستگیری امیر تتلو در ترکیه اتفاق افتاد. خیلی از دوستانش معتقدند تناقضات و تغییر هویت و شخصیت او از این مهاجرت آغاز شد. رفتن او به ترکیه به منزله پایانش بود و تتلو دیگران تتلوی سابق نشد. حالا او با یک صورت و بدن پر از رنگ و تتوهای اغراق شده در مقابل چشم مخاطبان و طرفداران خود ظاهر می شد. خیلی از منتقدینش و دوستانش میگن تتلو همه این کارا رو برای یه چیزی انجام میداد، برای خودنمایی و دیده شدن بیشتر. نهایتاً در 14 آذر 1402 مجدداً در ترکیه دستگیر شد و به مقامات قضایی ایران داده شد.
امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران پس از بررسی و تحقیقات نهایی بابت تشویق مردم به فساد و فحشا به تحمل 10 سال حبس تعزیری از بابت دعوت مردم به قمار به 2 سال حبس تعزیری و غیره محکوم شد. ممنون که تا اینجا با ما بودید. تو کامنت ها نظرتون رو درباره تتلو بگید و بنویسید برامون با کدوم آهنگش بیشتر حال کردید و اصلا به نظر شما چرا به این سمت کشیده شده؟ راهی داشت که این اتفاقا براش نیفته؟ خوشحال میشیم بخونیم نظراتتون رو. امیدوارم از این که تا آخر این ویدیو با ما بودید پشیمون نشده باشید و ویدیوهای بعدی ما رو هم ببینید. اگر هم تا حالا ما رو لایک و چنلمون رو سابسکرایب نکردید لطفاً انجامش بدید. زنگوله کنارش هم بزنید. متشکرم.